اگر برای تو ارزش مهمترین وطن باشد پس تو طبیعتاً به مشکلی فلسطین همچون به مشکلی بیگانه منگری، به مشکلی اشغال مسجد اقصی چون به مشکلی دیگران منگری و مشکلی های بیرما که دور است تماما به تو اهمیت ندارند. مشکلی های اویغورها در چین تو را به تشویش نمی آورند چون که وطن تو آنجا نیست. وطن پرستی که تو را فرا گرفته است تفکر تو را تنها به منفعت های وطنت محدود می سازد، ولی این چیز در شریعت حرام است زیرا آن با توحید حاکمیت مخالف است و تو را به گناه روانه می سازد. مسلمانان نوابسته از ملت و مکان زندگی عهده دارند که یکدیگر را محافظت کنند. حقوق امت اسلامی در گردن توست. هر یک مسلمان نسبت به دیگر مسلمان عهده‌دار می باشد. جایز نیست که مرزهای ملی ما را از یکدیگر جدا کنند. جایز نیست که این مرزها عموما وجود داشته باشند زیرا آنها وحدت برادرانه ما را شکست می دهند و با طلبات عقیده اسلامی در اختلافند.